میگه منو دوستم جا نمیشیم توی بنزا خیالی نمیگم بکشم بیرون رنجا 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 رنجا. یو گایز سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ولاگ رانندگی با من. امروز اومدیم با نوب‌ترین راننده، به راننده چی میگن؟ شوفر دنیا. بریم سراغ اولین تجربه رانندگی من. بریم. الان پلیس ما رو میگیره بچه‌ها. اومدید بچه‌ها به پارکینگ زیبای محله ما. اوه چه آشغالی گرفتم. بچه‌ها هوا انقدر گرم شده من الان کولر گرفتم. خب الان ساعت 10 و 12 دقیقه صبح. 10 و 20 minutes of the morning. امروز قراره ما رو کجا بری به اون رانندگی یاد بدید؟ نوب سگ. یه جای خوب و مخصوص اونجا برای راننده‌های نوبی هم، چون تو اونجا جای خوبیه برای آموزش. خیلی شهرداری؟ نه اگه بوم شهرداری باس بری شهرداری. حالا الان لوکیشن ما پس کجاست؟ قبرستون. Let's go. چه میید؟ دارم برای قبرستون. ولاگ ترسناک دوست دارید؟ ولاگ یک شب زندگی در قبرستون. نه یک شب زندگی نه اون دیگه نمیشه. یه سر فضولی مثلا، یه سر فضولی تو قبرستون، یه جای ترسناک که همه میترسن برن. بچه‌ها موقع رانندگی یه سری قوانین هست، میدونم که همتون میدونید، من بیشتر میدونم چون من رانندم. اول از همه کمربند ایونتی. آره. بعد از کمربند موقع پیچش فلاشر مهمه. بله. بعد از اون نگاه کردن به آینه ها خیلی مهمه. بچه‌ها که پایان اگه من این سری خوب رانندگی کردم برای پارت دوم بریم جاده چالوس، کامنت ها بنویسن. نه بابا ننویسید، نداره بابا، جانم فدای ویو واتر. بچه‌ها میریم. اگه بچه‌ها بخوام پیاده میرم. پیاده هر کی پیاده بره نوب سگه. تو بلدی دریفت‌های ثانیه یه جوری بکشی مثلا مردم همه پشماشون بریزه اینجوری برای دریفت بکشی؟ مثلا چی بلدی؟ من رانندگی معمولی، من تکمه‌ای ببینید من کلا رانندگی صاف بلدم، نه لای کشی بلدم، نه عرضم به خدمتتون دریفت نمیدونم اینوری برم دور پلیسی، هیچ یه نوب سگم. دور پلیسی نیستی بلد نیستی چه این شی؟ نه دور ماشین بلدم بکشم، نه هیچ ماشین دیگه شیره میکشه یه دفعه تو پیچو میپیچه اونجوری هم بلد نیستی؟ نه. بعد اینجور چیزا اکثرش مخصوص ماشینای دف عقبه، ولی ما دف جلوه و به درد کار نمیخوره زیاد. خب و نوب بودن منم بی تاثیر نیست تو این کار. من یه دونه فرمون اینجوری کنم چپ میکنیم. پلیس عزیز خواهشمندم بیا اینا رو زودتر دستگیر کن، جریمه شو این کار. لا اینجوری کردیم. یه دقیقه فرمون این برام کرج شهر قست. اگه میفهمم و آقای تاکسی عزیزم بلاک این تاکسی رو سانسور کن. از سمت راست سبقت گیر، این کاری اشتباه. نمیدونستم من تا اسمش چیه، الان نصفش لخته و نصفش سیکه. نیپلات چرا با پیر سکسیه، میره نشستن و تو اوبر تکس میده. سانتیش شدم اشا داره رکوردش کینگ کاردیش. کف معلم نمی کنم اصلا هم کسی از طرفم بیا طرفت برقه و بزن داشتم همه رضا پروانه و کمبول تا خط داره تنها در خانه چند تا برنامه داشتم همه رضا پروانه نخوام تو بکن جان مثل اسمم مردی چه داریم به لوکیشن بهشتی نزدیک میشیم. قبرستون داریم این جدی. بولوگیاها رو طبیعت زیبای ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها، ببینید جای زیبایی. 2 تا کامنت نفری گیر گرفت. بچه اگه ویو این ویدیو به 50 میلیون برسه، 50 این 2 تا بچه پشتی اونو بگیر، 2-4 تا زوارا رو اونا رو زیر وایسا دارم سعی. بگیر از آینه بزن. آره اینا هاشن بچه‌ها، اینا هاشن بچه‌ها. اصول تا این راننده کوچیک من این پیرمرد داره میره خواستگاری. مرد انقدر دیر دور میره می‌کرد گرفتمش. یک ثانیه افتاد و 1 ثانیه طرف افتاد. داریم به لوکیشن فیلم برداری. لنگوروز پشمان. بذار بگیرمش بچه‌ها. لنگ وای بعد افتاد. برو اونور پراید خودمون 1 ثانیه افتاد. چی هستیم؟ لنگوروز. بچه‌ها هوا رو دارید که ماشاءالله این تو بر بیابون قشنگه. بچه‌ها اونور کرجه، بچه‌ها اونور
ابرا رو می‌بینید بچه‌ها؟ چون ما خودمون کرج قبرستونم بستن که راد ندن. داره نشون میده انگار ما از دهات اومدیم. ای بابا این گوشی من چه خورد شد انقدر افتاد زمین. خب آقا مرداد از اینجا به بعد دست خود I am ready man. بریم بچه‌ها. مرداد نشست پشت فرمون، پشت رولم بچه‌ها و امیدوارم زنده بمونی. ما هم جلو این چیه؟ الان شیری با شروع کنم. Why are you meaning it? الان با چیکار کنم؟ بچه‌ها تو کامنت ها نویسین حرکت اول چیه؟ اول از همه بستن کمربنده. مهم نیست. مهم نیست چیه بگم. بچه یه کولر رو زده. هوا چون گرمه. سرمای سیریو داریم. من نمی‌بینم دوربینو. چون هوا گرمه. ببین من شاگردم چون می‌خوام آموزش بدم نمی‌بینم. خب دستم باز باشه. خب الان چیکار کنم؟ خب بذار بیا تو بگیرم. بچه کفش آقای امیری منو یعنی امیری باشه. برای فوت تیشرت. اول از همه کلاچو تا ته بگیر. بزن دنده یک. رفت؟ آره فکرم دستی بخوابون. نرو جلو. نه. وایسا ماشین رو دارم میرم. ترمزم بعد نگه می‌داشی ولی خب. با کلاجی. برم جلو. پا تو آروم رو کلاج بیاد بالا. بگیر جلو بچه‌ها ببینن رانندگی رو. پشما ماشین داره راه میره. نه برون شاید ماشین همین صاف فرو نه. یه ذره هم کلاج میرم بالاتر نداره که. نه بیار بالا. یو اول بچه مرد کلاچ آورد. ول که نباید بکنم. ول کن یه ذره گاز بده. یه ذره فرمونم من بگیرم. خیلی کم. یه ذره دیگه گاز بده. خیلی کم میگن. بابا من یه ذره فشار میدم ماشین بچه داره حمله میکنه. وایسا من بلدم حرفه‌ایم. خب گازو ول کردم. ترمز بگیر. کلاچو بگیر بعد ترمز بگیر. خب بچه مرد یک مردیم. خب یه بار دیگه پرفکت. یه بار دیگه حرکت کن. حرکت کنم. ای بابا این دوربین تو. حسین بچه‌ها خاموش شد. خب کلاج گرفتم ماشین روشن کنم. دندم خلاص می‌کنیم. اینم دستی آره دیگه همه دنده خلاص. صدایی چیزی. بچه یکی دارن میکنن تو هفت. میدیم یک. بده شیش. بده شیش. تو گاز نده همون کلاچ تو فقط بیار بالا. آره دارم کلاچ میارم بالا. پشمات داره میریزه ها. ای مرداده. منم. داشتی میرفتیم سمت جدول حواست نیست. بچه این اسکل کیه با من اومده؟ بچه من شوماخر آینده ایرانم. بچه بیابون ببینید مرسد ولشون. آره چی دارم میترسم یه ذره گاز میکردم پلیس اومد ببرتون. با گاز نده میگم. ماشین داره میره. گاز نده جلو اون یه دفعه ماشین بیاد سمت میدون میزنه ده. خب وایس زن نگردم یه ذره ترسیدم بچه حقیقتا گرم کولر بزنم. خیلی واقعا ترسیدم این لحظه تون رفت کلا سرعت 20 تا شاید شده باشه. بچه‌ای که پشت دنده اتومات میشینن اولین سرعتی داره 10 تا فرمون نکنه اونطوری. دیدی وایس چقدر تون دارم میرم. ترمز اول کلاچ تا ته بگی بعد ترمز. کجا وایسم؟ آقا دنده عقب باید بیم دیگه کم دارم میتونم کلاچو بگیر تا ته ترمز بگیر. وایس چی برم آقا؟ آقا اونم کسی نیست. یه موتوری داریم بچه در باز کنیم بیاد. دنده عقبو بهت یاد دادم من نمیدونم مغزت چقدر یادته. خب ما رو میریم بالا. برو. بیشترتو نگاه کن کسی نخوره بهت. بابا نکن. ترمز کن بابا ترمز کن تو. نمیخواد دنده عقب بری اینجا یکی رو بکشی. کلاچو تا ته بگی بزن بره جلو. واسه ترمز اول ول کن. خب حالا به سمت جلو فقط جلو هم شما گاز نده تو گاز نده میگم گاز نده. نه میترسی؟ آره از ترس از جونم دارم چون ممکنه بمیرم از آقا با کلاش خیلی آرومیه خوشم نمیاد این سرعت. اوه خب بچه‌ها ولاگ همینجا به پایان رسید. خیلی دوست دارم. اولین تجربه زندگی احمق این میدونه. به چهارراه میدونه؟ چهارراه دیگه چهارراه نیست. خب الان من چی ماشین دادم تو اول دنده رو خلاص اینو بدم بالا. آره. کلاج هم گرفتم. ول کن کلاج. ول کنم. آره. اول بدم بالا. اینو کشیدید. بکش با تو هر در کلاج ول کن. بچه برید پیش افسر نیایید برید از جلوی ماشین رد شید. بهتره برید از اون پشت ماشین عبور کنید که افسر ردش نکنه. نکات پشماتون ریخت بچه‌ها برای بار اول خوب. آره بچه‌ها ولاگ به پایان رسید. خیلی سم گود بای. بچه اول اصلا در ببندید در ماشین نکنن واسمون. چرا بستی دارم دیگه باشه گفت نشه. نه
اتاق هست و من ریدی با این سوار شدنه. خیلی خوب. خب رایکو سابسکرایب بچه‌ها از اون ته اینجا تا این ته جاده رو اومدم. خیلی راننده خفنی هم من. اینجا بچه هیچی بارش نی، هرچی بلده من یاد گرفت. بچه میخوام میدون برم. میدون حوزتون میدونه. شلوغ خیلی خوب روندم. بچه‌ها که قبول دارن من میتونم تو جاده چالوس هم برونم تو کامنت ها بنویسن. روندی ولی برای جاده چالوس خوب نیستی. چرا؟ خیلی خوب روندم. بچه‌ها قبول ندارید من خیلی راننده خوبیم. ارتفاع داره. شاه داره. ببین بام عظیمیه. اونجا اونجا خیلی راحته. سخته. یه جاده اینجوری داره بچه، شیبش صافه. اصلا بچه خوراک منه. چرا به درد من میخوره؟ هر وقت موبایل گرفتی. کار مرداد نشست باشه کار. خب آماده ای بریم جلو؟ اول گفتم دارم میگیرم. اول کمربند مهم نیست بابا، ولش کن. واسه توی که نوبی باید ببندی. همه باید ببندن. بچه دستی رو نخوابونده، دنده رو داده، از اون برم داره زور بعد دنده رو خلاص میکنیم بچه. خلاص الان. برو تو دیگه بیلک. خب حالا ببین سمت چپ نمیری، ممکنه ماشین بیاد. خب تسعی هم میکنم. پشما ماجه دیگه پتن نمیکنه ماشین. بچه‌ها که پشماشون رانندگی معرفت کامنت بنویسن. بچه‌ها اگه لایک این ویدیو به یه دونه برسه 300 میلیارد جلو بگیره دیگه رانندگی نمیکنم. بچه‌هایی که دوست دارن از زودتر گواهینامه اینوری بگی یه ذره فرون داریم میریم جدول. نه بچه‌ها من حواسم به همه چی هست. هیچ وقت جدول نمیریم. بازی آره فرمون هنوز ذره کج می‌کنه. بچه‌ها ما فرمون بازی نکنیم پشت چقدر واقعا زیاد گاز نده، دور موتور بیشتر از 3 سعی کن نبری فشار. دیگه چون نمی‌بینی تعمیر رسید در سرعت کم کنه. خب بچه این آخرین دوریه که مرداد نشست. شما رو خیلی دوستم خودم. من فقط دور میدون الان. بچه‌ها این دور میدون می‌خوام دور بزنم. خطرناکه ببین از اون ور یکی میاد نه سرعت ندارم من خودم. بچه‌ها اردوام میگه شما مثلا رانندگی یاد گرفته باشید. بچه‌ها حالا با این پدیده ایجا پشت فرمونی. سلام. ایده اسکول واقعا نشه ولی به عنوان تجربه اول خوب رو نشه عینک هم بزنم. به مرداد خیلی بیورد است من بار اول دیگه واقعا 10 از 10 خود داشت. بله 10 از 10 داشت. بچه جاکیلیمو دوست دارید روش نوشته پلی. بچه‌ها اگه ولاگ دوست دارید کامنت کنید. آره بچه اگه دوست دارید ولاگای بیشتر ببینید برید اومدم کامنت بکشم. ولی خوب موندم خودم پشما و خودم ریخته بچه دیگه. خودم بهترین راننده من رولی چی میگن رولی این ماشین رول پشت رول. نه احمد این مسابقه ها هستن میدن ماشینا تون میدن ماشین تون. حالا منظور با اسم ماشین مسابقه چی عکسش میدم بذار بهش میگیم ماشین مسابقه ای. اسمش همه رو یادم رفته. مغز انقدر. بچه‌ها مثلا چی بگم چون مثلا میگم بچه‌ها ببخشید اگه ویو فیلم برداری ما انقدر بده. بچه‌ها ما بردارمون نشستیم. 10:34 دقیقه چند دقیقه شد؟ کلا یه رو هم نشستی. خوبه عدد این که ماشین رو بردم برام جلو خوبه. بچه‌ها این دوست پارت بعد دنده عقبم بریم و دور میدون اینجا هم رد شیم. دستاورد بزرگ. نه من خیلی راننده خوبیم بچه‌ها جدی دور از شوخی. ذره‌ای داره اینجا بچه‌ها طبیعت اینجا. 3 تا بچه اومدن برن تو باغ راه بازی. باغ و حصار کشیدن ایلیا فرار نکنه تو باغ. بچه‌ها ما صبحونه نخوریم. دوست داری برات صبحونه بگیرم؟ نه پول نداشتم الان. میگفتی آرام نمیگرفتم. هیچ وقت پول نداشتم. بچه‌ها میتونید منو مانیتایز کنید. منو بیشتر این اسمش اسم این ماشین اسمش آقا مرتضی بچه‌ها. چی؟ اونم که آقا تیبا. بچه کفش امیری رو می‌بینید بچه‌ها؟ کفش من از آقای امیری تو حبیب از امیری از تو لیسانس ها بچه حبیب همسایه حبیبینا نه امیری همسایه حبیبینا بچه اینو برام فرستاده گفتش که توشون خیلی پسره مستجرشون بود عکسشو بیاد بابا این نه این بچه این بیورد من انداختم اون پشت مالو
خیلی خب بچه نبود از این ولاگ امیدوارم که خوش اومد. شاید خوش اومد. منم بگید لایک کنید، برام کامنت بذارید بچه‌ها. چنل ایلیا هم میذارم اینجا میاد. ببین ادیتور لاشخور مفخور. ببین آیدی چنل یوتیوب، اینستا، تلگرام همه رو اینجا ردیف میچینی. همه رو نمیچینی. دیسکریپشن و میسکریپشن و این چیزا ندید. فقط راحت همه رو کپی می‌کنی میذاری میره. پارت دوم بچه اگه این ویدیو 40 تا لایک بگیریم این پارت دوم 40 تا نه 20 تا لایک بگیریم این برای پارت دوم دور از میدون و دنده عقب. اگه خواستید عرفان هم بیاد دیگه لایک ها رو برسونید به 30 تا. البته که عرفان نعمتم آره واسم بگم بحث عوض کردم. عرفان دیسه تو دادیم. عرفان دیسه تو کردی. دیسه تو دادی. آقا عرفان آجی قیطریه رو ارتفاعه. ببین من تو رو هیچ جا نمیبرم، فقط همینجا میتونی تمرین. احساس مثلا خیلی پوز داره بگی من رفتم قیطریه ولاگ بگیرم. احساس مثلا خیلی پوز این طرف. ببین من همه جا رفتم. خب همه جا تو تهران همه جا رفتم. برو برگشت. اما واقعا خلوت نیست، این سگ شلوغه و تو داشتی ولاگو تمام می‌کردی. برای چی ادامه داره؟ اینو اصلا بگم بچه‌ها اگه دوست دارید این ولاگ که بچه‌ها چنل گیم میاد مهرداد گیمینگ. یه چنل هم دارم مهرداد ولاگ که توش یه ولاگ چهارشنبه سوری گذاشتم. اینم ریاکت به ترند های اینستاگرامی. بچه‌ها من اونجا این دلغک کردم. با قول کوروش زنندوز من یک دلغک متشکرم. ویدیوهای ماینکرافتی جدید هم بزنید دارم. اگه اون رو ساپورت کنن ساپورت خب جدا باشه بهتره، چون دیگه تکلیف کار معلومه دیگه. مثل آریا کوکسر یه گیمینگ داره، یه ولاگ و ترایناتولف و اینجور چیزا. خب اینطوری خیلی بهتره، همه چی جدا راحت بچه‌ها دسترسی دارن. ولی اگه دوست دارید این تو باشه خب باشه، ما همینطور. بچه‌ها گیو اوی هم راستی اگه چنل به 1000 تا ساب برسه گیو اوی ماینکرافتی خفن خیلی مطمئن همتون دوستش خواهید داشت. تو گیو اوی برای بچه‌ها نداری؟ من؟ آره. ببین من هر وقت به 1000 تا ساب رسیدم یک گیو اوی میدم. یک گیو اوی خوبه. بچه ایله گیو اویش نهایتاً 2000 تومان خرجش انقدر خسیسه. بد پس بچه‌ها چنل جفتم رو سابسکرایب کنید و همتون رو به خدا بزرگ میسپارم. دوستتون دارم. یا بعد خدا نگهدار.